راهبر گروه 24 برادر سهراب ظفر نیز با ما پیوست است. شما پیوست میکنید و چند گفتنی های در این برنامه داشته باشد. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام رحمت الله و برکاته. شما دین با برنامه ما که نام گرفته است هفتمین سالگردی راهبری حرکت سیاسی گروه 24 حاجی عمر قوت. بفرمایید برادر، میدان به شما میتین. تشکر برادر و من سلام به بینندگان و شنوندگان این برنامه، به هموطنان، به نفرایی که همراه ما قرار دارند در این برنامه. هفتمین سالگرد شهادتی برادر زنده یاد ما عمر علی قوتوف، چگونه که اینجا برادر ذکر کرد و سالهای چند سال آخر است که ما این برنامه را میگذرانیم. طول 2-3 سال آخر است که به سبب های پاندمی و از آن جمله این حوادث آخر ما نتونستیم که در شکل پیشتر این روزا بگذرانیم. مثال سالهای پیشتر اگر نفرهایی که پیگیری کرده باشند، ما در ترکیه، سال دیگرش در آلمان، در استرالیا، همین گونه در هر کشورها میگذراندیم و از زمانی که همین پاندمی و این دیگر حوادثی که امروز هست در بین، و همین خاطر امسال هم تصمیم گرفتیم که در همین فرمت آنلاین بگذرانیم. خدا کند که این مشکلی ها همه برطرف شوند، چه بیماری هایی که هست و چه نفرهای دیگر که بیمار هستند و مردم این گونه سرسان سرگردان میکنن. و هدف از این گذراندن چی است؟ هدف از این برنامه گذراندن چی است؟ این برنامه صرف برنامه سیاسی است. یعنی که چگونه که پیشتر برادرمون ذکر کردن، برادر سلمان، با نفرهایی که تازه میان میدان مشاهده میکنن، توجه میکنن به برنامه‌های سیاسی، با آنها رساندن که کی است. مثال از واقعا نفرهایی هستن که نمیدونن، نمیشناسن، از کارنمایی‌های او، از در کجا کامیاب شدن، در کجا ناکام شدن، از اینها خبر ندارن واقعا. و وقتی که صحبت میکنیم نه تنها قشر جوان، یعنی که جوانان ما، بلکه نفرهایی هستند که سال خورده هم هستند، نفرهایی هستند که میانه سال هستند، اونها هم خبر ندارن. این دلالت از اون میکنه که نه همه، یعنی که توجه میکرد به میدانهای سیاسی، اما در روزهای آخر، در سالهای آخر میبینیم که صف زیاد شدن میگیرد و خدا کنه که نه تنها صف بیننده ها بلکه صف مبارزان هم زیاد شوند. و چگونه گفتم مقصد اساسی، یعنی که مقصد اساسی از این برنامه این است که ما با جامعه جهانی و با جامعه خودمون همه ساله خبردار میکنیم که در همین روز، در 5 مارس، یعنی که شما خاطررسانتون میکنیم و همه ساله که یک نفری که برای آزادی شما، برای آزادی ما و شما مردم خست در میدان سیاست آمد، تجربه سیاسی نداشت، کمبودی ها بود، اینها بود و امروز هم در همه ما کمبودی ها هست و همین کمبودی ها آمد در میدان سیاسی و یک کاری را انجام داد، در یک فرصت کوتاه یک کاری را انجام داد که تا امروز نتیجهش یعنی میبینیم. تا امروز از وقتی که اون شروع کرد دیگر مبارزه خاموش نشد. بود دیگر نفرها هم در این میدان سیاسی جانبازی ها کردن، مکتب شدن، اما خب دیگر بود در بین قطع و وصل میشد کار اونها، فعالیتشون. اما از زمانی که برادر ما عمر علی قوتوف در میدان سیاست آمد، چگونه که برادر ذکر کرد، یک اصولی را در بین گذاشت که دیگر مردم تا امروز دارن همون اصول را گرفتن و مبارزه میبرن. در اون شب و روز البته که خیلی مشکل بود، در یک زمانی بود که نه همه میتوانست که و میل داشت که در میدان سیاست، حتی نفرهای تجربه دار، حتی نفرهایی که در میدان سیاسی فعالیت میکردن، عین در همون شب و روز جرأت نداشت کسی که خب یعنی که در مسائل های سیاسی سخت حرف بزنه. چون سال 2012 وقتی که این برادر به میدان آمد، خدا رحمتشون کند، زمانی بود که در سوریه بود جنگ میرفت، در کشورهای عربی بود، مثال دنیا آرام نبود. یک زمانی بود که دیکتاتورها میتونستن که هر یک نفر بدنام بسازن به آسانی و یا که ربط بتن به دیگر حرکت
سازمان‌هایی که در جامعه جهانی قبول شدگی همچون تروریستی و اکستریمیستی و سرکوبشون کنند و چنین هم شد. مثال مسئله بدخشان میدونیم، پس از اون دیگر مسئله ها در منطقه تاجیکستان و همچنین هر جا دیکتاتورهایی که بود از این استفاده بردن. در همین سختی ها برادر ما علی رحمت چون کنند وارد میدان شد. نفرها فکر اندیشه‌شون گوناگون است. بعضا نفرها میگن که صرف برای مالش آمد. اما شما میتونید نوارهای کهنه را پیدا کنید که حتی در زمان تاجیکستان بودنش از کمبودی‌ها حرف زده است. گفته است که چه کارها را باید انجام داد که زندگی مردم بهتر بشود. و اگر که در میدان سیاسی صرف برای مالش آمد، بهترین کار کرده است. چون ما و شما یاد نداریم، دیگر نمیبینیم کسی را که برای مالش در میدان آمده باشد. امروز ها میبینیم یک کم و بیش چی از داخل باشد چی در بیرون باشد، یک کم و بیش نفرهایی هستند پیدا میشوند ناراضگی خود بیان میکنند که مالشون گرفته شد، خب تجارتشون، منزل استقامتیشون، این چیزها مشاهده میشود، اما حالا هم کم. و ما گفتنی هستیم که هر نفری که اگر که برای مالش میآید، شاید فکرشون در این باشد که جمعیت چی میگن، نفرهایی که ما را پیگیری میکنن چی میگن، میگن این نفر که برای مالش اومد تا دیروز خاموش بود. اگر هر نفری که برای مال هم در این میدان وارد میشوید، این جای نه جنایت هست نه اشتباه هست. یک نفر برای مالش میاد، یک نفر برای دینش میاد، یک نفر برای فرهنگ، دیگر نفر برای پارچه زمینش، یک نفر برای تجارتش. دیگر همین است. هیچ کس نمیشود که از خواب بیدار بشود بگن من مبارز شدم. البته یک ظلمی را میبیند، یک ناعدالتی را میبیند، فرق ندارد که در شخصیت خودش یا که در جمعیت این چیزا میبیند و این وادارش میسازد که در مقابل ظالم خب ایستاد کنه، مبارزه ببرد. متاسفانه امروز هم نفرهای زیاد هستند که خیلی زیاد هستند، تعدادشون از هزارها زیاد است. آمارها را شما میبینید از طریق رسانه ها زیاد هست که در دوام یک سال چقدر تاجران مال و ملک خود از دست میتند، چقدر بالای اونها فشار است، چقدر اونها را استفاده میبرند در برنامه های سیاسی خود، بعد اونها را دیگر رها میکنند. شما این چیزها را مشاهده کرده این و کم نیستن نفرهایی که از وطن فرار میکنند اما میاند خاموش میمونند. ما ببینید وقتی که ظلم در یک چند نفر میکوبد، نفرهایی را که درشون نکفته از ظلم میگن که ظلم نیست، یا که اگر که باشم در مرا نکفته است، من همراه فرزندم امن هستم، زندگیم خوب است و کسی کار ندارم و کسی برای من کار نگیرد. همین گونه است. اما وقتی که ظلم باز در او را میکوبد، نفرهایی هستند که یا تحمل میکنن، اون چیزا صبر میکنن میمونن، و یا که همراه فرزندشون فرار میکنن. خب با خارج فرار میکنن، میرون یک جا، میگن که من ظلم دیدم و غیره، و یک جای جدید برای خود انتخاب میکنند و در اونجا زندگی آرامی خود میگذرانند. آیا میشود که چنین زندگی کرد؟ آیا میشود که هر کس فقط در فکر عائله خود باشد؟ آیا چنین میشود؟ آیا میشود که برای یک سرزمین فقط مسئول همون نفرهایی باشن که غصب کردن همه را، یا که نفرهایی هستن که مبارزه میبرن اونها مسئول باشن؟ نه، این گونه نمیشود. ما همه نفرهایی که هستیم، هر یک نفر که شهروندی تاجیکستان است، نابسته از دین، قوم، مکان، منطقه، رنگ پوست، قد و قامت، نابسته از همه اینها، همه ما صاحب وطنیم، همه ما مسئول هستیم. همه ما باید که درک کنیم که وظیفه ما نگاه داشتن پارچه های زمینمون است، رشد کردن اقتصاد است، فرهنگ نگاه داشتن. هر چیزی که برای ما مقدس است او را باید ما در یک جایگی نگاه بداریم. امروز ها ما و شما دیده استیم که وقتی که در یک سرزمین نفرها نمیتونن به دست خود بگیرن و در بازی دیگرها میافتن، عاقبت چی میشود؟ چقدر خراب میشود؟ این ما و شما میبینیم. ما و شما میبینیم که وقتی یک نفر کرسی را غصب میکنه و سالهای طولانی از اونجا نمیخواهد برود و تمام قدرت و صلاحیت دست خود میگیرد، ما و شما میدونیم که به چی کارها دست میزند. این را همین روزها ما و شما دیده استیم، چقدر طفل ها، چقدر زن ها دارن قربان میشوند. همین است. ما و شما هم چشم پوشیدیم، ما و شما هم فرار کردیم. وقتی فرار کردیم مبارزه نبردیم. ما و شما هم گفتیم که خواب دیگر
ظلم در مرا نکفته است یا که به یک من چیزی نمی شود. همین گونه گفتیم. یک نفر از صلاحیت دادیم، قدرت دادیم، آوردیم تا کجا رساندیم، دیگر نظرش به پایان نمی رسد. هر کاری که میخواهد میکند. میخواهند در روز روشن نفر ماشینش تیرباران میکنند، میخواهند کسی را تجاوز میکنند، میخواهند تجارتش میگیرند، میخواهند زمینش میگیرند. هر کاری که میخواهند اون چیزا میکنند. برای چی؟ برای که ما صلاحیت و قدرت همه چیز در دستشون دادیم و تورانی نگاهشون داشتیم. همه چیزها را. وقتی که یک مادر تهمت میکنن برای فرزندش، یک مادر برای فرزندش تهمت میکنن، میبرن زندان میکنن و این هم در یک کشور، در یک سرزمینی که در اونجا مجسمه مادر ساخته است و از خرد تا کلان شعر درباره مادر میخوانند. امروز و فردا عید مادران یا عید زنها است در تاجیکستان. عید زنها و عید مادران است در تاجیکستان. باز میبینیم که چقدر در وصف مادران، در وصف زنها و خواهران شعر خوانده می شود، سرودها می شود، رقص بازی می شود. میبینیم مجسمه داریم. اما در داخل کشور زنها زندانی می شوند، ظلم می شوند، تجاوز می شوند، به قتل رسانده می شوند و یک تعدادی قوه کاری زیادش باز در مهاجرت قرار دارند که نمیدونم جای خوابی کدام به تمیزی را نمیدونم تمیز میکنن و باز تجاوز میشن از طرف چند به تمیز بد اخلاق دیگر، نفرهای بدبو و بد اخلاق. ما باشیم مجسمه مادر داریم، ما باشیم لاف میزنیم، ما با همه ما نفرهایی هستیم که میگه ما مادرمون دوست میداریم، ما عفت اونها را نگاه میکنیم. اما نه، اون مجسمه ای که ما در تاجیکستان گذاشتیم دروغ است، واقعا دروغ است. یا اون برای یک مادر دخل داره، برای دیگران دخل نداره. اگر که برای تمامی مادران باشد، پس اطراف اون مجسمه را حتما پنجره بزنین. بعد این مطابقت میکنه با زندگی امروزه مادرای ما. اطرافش یک پنجره بزنین که مادرها در کدام حال قرار دارن. مجسمه‌تون دروغ است. اون مجسمه باید برکنده بشود. اون چیزی دروغ است. چگونه ای که یک بیرق دروغین ساختیم، چگونه ای که یک مجسمه مادر، نمیدونم یک دیگر تربوز و خربوز و کیم چیزی دیگر ساختین، همه اینها دروغ است. همه اینها راههایی هست که مبلغ‌های ما و شما را به این کارهای بی‌معنی با راههای فریب برمی‌کنند. این است. و برادر ما، برادر زنده یاد ما، وقتی که این کمبودی ها را دید، آمد مبارزه. بازم من میگم که با تجربه کمش در صحنه سیاست، در میدان سیاست، با تجربه کمش وارد شد، آمد و کارهای واقعا خیلی زیادی را انجام داد. شاید باشد و باید، من چنین هم شنویدم، وقتی که کشته شد، به قتل رسانده شد، گفتن که تمام کارش تمام شد. هر کسی که چنین فکر میکند یا عقل سالم ندارد یا که احمق است و یا میخواهد که به جامعه همین گونه برساند. وقتی که یک مبارز کشته میشود یا زندان میشود، معنای او را ندارد که کارش انجام یافت. نه، کاری او اون وقتی انجام یابد که ایده که پیشنهاد کرده است اون قطع میشود، اون را مردم دستگیری نمیکند. وقتی که سخنهای او را دیگر مردم گوش نمیکند، دیگر نام او در جای گرفته نمیشود، در اون وقت میشود گفت که کارش انجام یافت. اما این نفرها، چه برادر عمر علی قوتوف، چه نفرهای زیادی که امروزها در زندان ها هستند یا که به قتل رساندن، اونها کارشون انجام نیافت. شاید در کجای ناکام شده بودن، به این نمیشه. وقتی که یک نفر در میدان سیاست میاد، نمیشود که همه وقت کامیاب باشند، ناکامی ها هم است در اینجا. اما چگونه که میبینید امروز راه مبارزه در دوام 7-8 سال اخیر است که هیچ روزه قطع نمیشود. هیچ روزه مردم با تمام همین امکانیت های کمترین کوچکترین خود و همین امکانیت های کمترین کوچکترین خود دارن سرسختی میکنن. مردم به همه همین امکانیت کمی خود دارن در مقابل نفر میستن که تمام قدرت دارد، صلاحیت دارد، تمام روابط با کشورها دارد، در برابر همه همین مبارزه میبرند. نفرهایی هستند که در حزب سازمان ها و گروه ها قرار دارند، نفرهایی هستند که مستقل هستند، در داخل هستند، در بیرون هستند، به هر راه حرکت خودشون پیش میبرند. و ما هم امروز میگیم که هموطنان خاموش نباشیم، هموطنان در فکر مردم باشیم، هموطنان
باید ما در بازی های چی ابرقدرت است، چی نمیدونم ضعیف قدرت است، هر چیزی که باشد نباید گفتیم. وطن ما است، باید در دست خودمون بگیریم و او را ما خودمون حق داریم که همکاریمون با نمیدونم کمیتا میکنیم، با مارس میکنیم، با آسیا میکنیم، افریقا میکنیم، روسیا میکنیم، با هر جایی که میکنیم اون وطن ما است، اون ما صاحب ملک هستیم، اون حق ما است. وگرنه در حالت دیگری که ما در بازی ها افتادیم وطن ما همین گونه مثل حوادثی که میبینین همه روزه مشاهده میکنین همین گونه میشود. من که به آمارها در وقت جنگ هیچ وقت باور ندارم، من چون میدونم که چگونه است میدان جنگ. به آمارهایی که در وقت جنگ میتن من به اونا باور ندارم. من میگم اینها یا کمن از اونی که گفته میشود یا که بیشترن از اون، اما در هیچ حالت اینها دقیق نیستند. آمارهایی که امروز میتن تقریبا 900 کودک در اون منطقه به قتل رسانده شده است. 900 کودک، منظور من در اوکراین است. 900 طفل به قتل رسانده شده در همین بمباران و تیرباران همین چیزها. 900. اما اگر آمار در اینجا دروغ باشد، 900 نباشد، شاید 1,500 باشد، و اگر 900 نباشد شاید 600 باشد، و حتی اگر 10 نفر باشد این جنایت است. و اگر ما و شما هم صاحب وطن نباشیم، وطن خودمون را در دست نگیریم، این چیزها من باز تکرار میکنم برای مردم، این چیزها ما را هم انتظار است. فردا یک نفری که آمد وقتی اگر لبیک نگفت و دیدن که مردم صاحب وطن نیست، مردم سرجم نیست، نمیتونه نگاه داشته، همین گونه با یک بهانه پرچه زمین ما از بین میرود. من در این شکی ندارم که بر قدرت ها همین گونه بازی هاشون در بین. من چندین سال است که تکرار میکنم هموطنان، اگر کسی بگه که چونی نمیشود اشتباه میکند. هست چنین منطقه‌ای که بالاشون برنامه هست، هست چنین منطقه.